سالها پیش انسان‌ها دوپامین رو بعد از انجام کارهای سخت می‌گرفتن. شکار کردن، ساختن، آموختن، خلق کردن. اما امروزه دوپامین همه جا هست. با اسکرول کردن تو شبکه‌های اجتماعی، بازی، غذای ناسالم یا پورن میتونی تو چند ثانیه دوپامین زیادی بگیری. هر کدوم از اینا بدون اینکه هیچ تلاشی بکنی پاداش‌های بزرگی به مغزت میدن. و وقتی این اتفاق میفته چیزای واقعی کم کم خسته کننده به نظر میرسن. نه چون تنبلی، بلکه چون مغزت به تحریکات دائمی معتاد شده و این اعتیاد داره توانایی تمرکز، یادگیری و ساختن یه زندگی معنادار رو ازت میگیره. اما امروز قرار این چرخه تموم بشه، چون توی این ویدیو روش دوپامین دیتاکس رو یاد میگیری. روشی که واقعاً جواب میده. مغزت رو ریست میکنه تا دوباره بتونی روی چیزهای مهم تمرکز کنی. بیا با قدم اول شروع کنیم. حذف دوپامین فیک. اولین قدم برای ریست کردن مغزت ساده است. باید منابع دوپامین فیک رو حذف کنی. دوپامین فیک همون لذت فوریه که بدون هیچ تلاش یا پیشرفتی بهت داده میشه. اسکرول بی هدف توی شبکه‌های اجتماعی، غذای ناسالم، گیم، چک کردن مداوم گوشی، هر کدوم از اینا بدون اینکه کاری انجام بدی پاداش بزرگی به مغزت میدن و هرچی مغزت بیشتر به این پاداش‌های فوری عادت کنه، تمرکز روی کارهای مهم سخت‌تر میشه. برای همینه که میتونی ساعت‌ها توی شبکه‌های اجتماعی بچرخی، اما حتی 10 دقیقه نمیتونی روی یک کار مهم تمرکز کنی. پس اولین کاری که باید انجام بدی اینه که بزرگترین منابع دوپامین فیک رو حذف کنی. اسکرول بی هدف، پورن، چک کردن مداوم گوشی، هر چیزی که بدون هیچ تلاشی بهت لذت میده اما در عوض تمرکزت رو ازت میگیره. حداقل برای 14 روز حذفش کن. چون وقتی دوپامین فیک رو از زندگیت حذف میکنی، یه اتفاق عجیب میفته. چیزایی که قبلا خسته کننده به نظر میرسیدن، کم کم دوباره برات جذاب میشن. قدم دوم، یاد بگیر حوصلت سر بره. یکی از بزرگترین مشکلات دنیای مدرن اینه که دیگه هیچ کس طاقت چند دقیقه بی‌حوصلگی رو نداره. به محض اینکه حوصله‌شون سر میره، ناخودآگاه دستشون میره سمت گوشی و همین عادت ساده داره تمرکز، خلاقیت و توانایی فکر کردن عمیق رو از بین میبره. اما حقیقت اینه، بی‌حوصلگی دشمنت نیست، دکمه ریست مغزته. وقتی ذهنت دیگه دائم تحریک نمیشه، سطح دوپامینت کم کم متعادل میشه و مغزت دوباره یاد میگیره روی چیزهای مهم تمرکز کنه. پس از بی‌حوصلگی فرار نکن. بدون گوشی قدم بزن. بدون هیچ سرگرمی چند دقیقه آروم بشین. بذار ذهنت پرسه بزنه. آره، اولاش سخته. مغزت دنبال همون تحریک‌های همیشگی میگرده. این طبیعیه. اما دقیقاً همین لحظه است که تمرکزت دوباره ساخته میشه. همین جاست که مغزت از نو یاد میگیره عمیق فکر کنه و وقت انجام کارهای واقعاً مهم دوباره میرسه. قدم سوم، دوپامینت رو به دست بیار. مغزت دوپامین کمتر نمیخواد. دوپامین با ارزش میخواد. همون پاداشی که بعد از تلاش و پیشرفت به دست میاد. وقتی سخت کار میکنی و یه کار مهم رو تموم میکنی، این دوپامین به دست میاد. وقتی از یه سختی عبور میکنی و نتیجهش رو میبینی، این دوپامین به دست میاد. وقتی به جای فقط مصرف کردن چیزی خلق میکنی، این دوپامین به دست میاد. اما ساعتها اسکرول کردن چی؟ اون دوپامینیه که بدون تلاش به دست میاد. مغزت پاداش رو میگیره بدون اینکه کاری انجام داده باشی یا پیشرفتی کرده باشی. و هرچی بیشتر به این پاداش‌های فوری عادت کنی، لذت بردن از چیزهای واقعی سخت‌تر میشه. راهش چیه؟ اول کاری سخت انجام بده. یه تمرین رو تموم کن. یه کار مهم رو کامل کن. یه مهارت جدید یاد بگیر یا چیزی معنادار خلق کن. و فقط بعد از انجام این کارا به خودت یه پاداش کوچیک بده. یه فیلم ببین. 10 دقیقه اسکرول کن. از چیزی لذت ببر که واقعاً لیاقتشو داری. چون اینطوری مغزت یه قانون مهم رو یاد میگیره. دوپامین بعد از تلاش میاد، نه قبلش. و وقتی این قانون توی مغزت جا بیفته، همه چیز شروع به تغییر میکنه. دنیای مدرن طوری طراحی شده که حواست رو پرت کنه. هر اسکرول، هر نوتیفیکیشن، هر ویدیو، همشون برای رو بودن توجهت رقابت میکنن. اما لحظه‌ای که کنترل دوپامینت رو پس بگیری، کنترل زندگیت رو هم پس میگیری. این یه راه حل سریع نیست.
این سیستمیه که مغزت رو از نو برنامه ریزی میکنه و آدمایی که بهش پایبند میمونن فقط حالشون بهتر نمیشه، تیزتر فکر میکنن، بیشتر تمرکز میکنن و از همه مهمتر کنترل خودشون رو دوباره به دست میارن. چون انضباط چیزی نیست که باهاش به دنیا بیای، چیزیه که با عادتهات هر روز میسازی. اگه این ویدیو برات مفید بود، لایکش کن و برای یادگیری سیستم‌های قدرتمند رشد فردی عضو جرقه تحول شو.